همه دنیا رو تو چشمای تو میبینم وقتی به من لبخند میزنی. مثل گل پنبه ریز ریز بزرگ میشی. پنبه ریز انتخاب من چون لبخند توه. پوشک پنبه ریز. پنبه ریز. این امیر حسینه. با این کاراش عجله داره بزرگ شه. اینم اردلانه که بزرگ شده و حالا مدیر فروش پنبه ریزه. البته با افکار پنبه ریزی. مردم رو با هم زندگی میکنن، محصول خوبم خودشون به هم معرفی. ببین گفتی پنبه ریز بخرم. دقیقاً منحنی فروش هم این رو تایید میکنه. کارخونه است باشه. اینجا هم کارخونه است. برای همه اعضای خانواده محصول تولید میکنه. لازمه بدونیم که محصولات سلولوزی چون با پوست بدن سر و کار داره از بهترین الیاف و با قدرت جذب بالا تولید میشه. حالا با یکی از مدیران فروش آشنا بشیم. شاهی. ما سعی کردیم ویژگی‌های محصولمون خیلی خوب به مردم معرفی. حالا نیازهای مصرف کننده رو به روز داریم. با تولیدم هماهنگیم. محصولات پنبه ریز رو به دقت در آزمایشگاه بررسی میکنه. اینجا همه چیز تحت کنترله. آقای اردلان ساعت 2 براتون فرمودن. متشکرم. یه سری میزنیم به یک محل پرمصرف دستمال کاغذی پنبه ریز. هر عضو خانواده کوچیک و بزرگ باید با مصرف پنبه ریز احساس خوبی داشته باشه. ما سعی کردیم از خواص مواد طبیعی تو محصولاتمون کمک بگیریم. مثل گیاه آلوئورا که تأثیر زیادی در سلامتی پوست داره. برای اینکه شادابی تا آخر روز حفظ بشه، از اهداف پنبه ریزی که میگه کاری رو که میکنی دوست داشته باش. از محصولی که با علاقه تولید بشه با رضایت مصرف میشه. پنبه ریز بر این باوره که بهداشت رو از خودمون شروع کنیم. بسته‌بندی محصولم باید بدون تماس دست و در محیط عاری از آلودگی حتی باکتری های تنفسی باشه. امشب بریم به جمع این خانواده. چی بهتر از وقتی برای خانواده؟ سلام. سلامتی جامعه از خود من شروع میشه. پس مواظب خودت باش. پنبه ریز.